دلم در سینه زندان زی هم دوره مدور افسوس تو حالم را چه میدانی زی هم دوره مدور افسوس تو حالم را چه میدانی اگر آن نامه‌های من ورق گردانی و خوانی. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале на концерте замечательного, талантливого, неповторимого поэта и певца Субхона Саидова. درود از این گرامی خانم‌ها و جنابان با تماشای تلاش زندگی سبحان سعیدов که با تشبث مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در همکاری با رادیوی وطن و با دستگیری مالی شعبه نظارت مواد مخدر و حفظ ترتیبات حقوقی سفارت آمریکا در تاجیکستان قابل دیدن شده است. خوش آمدید. Вы знаете, для нас Субхон Саидов – это символ борьбы, символ надежды и символ мужества. Это настоящий мужчина, настоящая звезда, настоящий певец и композитор. Еще раз, пожалуйста, ваши аплодисменты. Субхон Саидов! اون چیزی رو که شما امروز میبینید بیانگر آن است که هنرمند حتی در بستر بیماری نیز نمیتواند آرام باشد. اگر درد جسم از دوای طبیب آسوده می شود، درد روزگار و درد زنده ماندن و از یادها نرفتن قرار نمیگیرد. روح و روان هنرمند رو آرام نمیماند و جانش رو میسوزاند. و این محفل کوششی لحظه تسکین دادن درد هنرمند بسیار با استعداد و به عنوانترین صنعت تاجیک سبحان سعید است. و امروز شما امکان پیدا کردید که با او روبرو صحبت کنید و هنرش تماشا کنید و با سوالهایی که دارید جواب بگیرید. و من فکر میکنم که برای شما مخصوص کاغذ تقسیم میکنن، سوالهایی که شما میخواید پیشنهاد کنید و از آن جواب بگیرید نوشته میکنید با نام و نسبتون و در قسمت دوم محفل من اون سوالها رو برای سبحان پیشنهاد میکنم. البته از اینجا جواب خواهید گرفت. خب او یعنی سبحان شاید هر شب در دلش همین نقشه رو داشت، از دلش همین نقشه رو میگذراند و با تصور همین لحظه شادی آور و گوارا دهشتبارترین خیالها را در نهادش میکشت. و اینک سبحان سعید که در صحنه و در تارنوای موسیقی میزیست و زندگی دارد، حضور شما با وفاترین مخلصانش و پیش قدرت و بزرگی هنر به زانو آمده. سبحان سعید. شب از سینه من تیری بلا میگذرد، کس چی داند که در این سینه چی ها میگذرد. هر شب از سینه من تیری بلا میگذرد، کس چی داند که در این سینه چی ها میگذرد. دل اگر صندوق بود طاقت آتش نبود، دل اگر صندوق بود طاقت آتش نبود. آنچه از غمزه او بر دل ما میگذرد، آنچه از غمزه او بر دل ما میگذرد. عاشقان را همه عمر از پی نظاره تو، عاشقان را همه عمر از پی نظاره تو.
بازاری و سحرگه با دعا میگذرد شب بازاری و سحرگه با دعا میگذرد خسروا بگذر از اندیشه خوبان که امروز خسروا بگذر از اندیشه خوبان که امروزه موسمی فتنه و ایامی بلا میگذرد هر شب از سینه من تیری بلا میگذرد کس چی داند که در این سینه چی ها میگذرد کس چی داند که در این سینه چی ها میگذرد کس چی داند که در این سینه چی ها میگذرد رحمتی کلام من همه اون مخلصانی که امروز برای صنعت من برای صنعت ملت تاجیک یک نفری هستم که مرا قدر کرده این شماره آدمایی که من در این تالار میبینم منتداری خودم را بیان میکنم رحمتی کلام دوستای عزیز برای پیش از همه منتداری خودم را با اون نفرانی که اون شخصانی که این برنامه را تشکیل کردن با مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی با برادری گرامی خورشید عطاالله با سفارتخانه امریکا با رادیوی وطن سبحان جلیلوف برادر عزیزم وینرا بانو و بسیار شاگرد قدردانم راهبری انسامبل شش مقامی کمیته دولتی تلویزیون سبخونی سعید سلامت باشید خوش آمدید. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы видим, что вы очень рады встрече с Субхоном. Давайте еще раз поприветствуем Субхона. Мы надеемся, что это за последнее время первый, но не последний концерт. Правда? Правда. Я думаю, что Субхон Саидов будет радовать нас еще очень-очень-очень долго. Мы требуем от вас новых песен, новых концертов. Всего-всего-всего хорошего. Вам желаем, и желаем, чтобы вы нас также радовали, чтобы еще больше народу приходило. Вы знаете, сейчас открою секрет. Вот сейчас все, кто здесь сидит, я не знаю, ну, наверное, 1500, да, здесь человек. Еще столько, даже больше, да, еще столько же на улице. Это дань вам, уважение вам, и мы все преклоняемся перед вашим талантом. Дорогие друзья, я бы хотела еще раз отметить организаторов. Идея проведения концерта принадлежала Центру журналистских расследований. Эту идею поддержала радиостанция «Ватан», ну а финансовую поддержку оказал отдел по борьбе с наркотиками и охране правопорядка АНЛ посольства Соединенных Штатов Америки. خب و اینجا طوری که خود آقای سبحان هم گفتن چند نفر در برگزاری این برنامه کنسرتی سهم داشتن من میخواستم که اینا را دعوت کنم رهبر بدهی انسامبل دولتی شش مقام فرقت سعید از شاگردان سبحان خورشید عطاالله رهبر مرکز تحقیقات ژورنالیستی و میخواستم که دعوت کنم از هنرپیشه شایسته تاجیکستان دیرکتور گنرالی اتحادیه دولتی گروه‌های ایجادی و کنسرتی هنرمند خوبی ما استاد بسیار عزیزی ما جمشید اسماعیلوف خواهش میکنم. تشکر. اولی که همه شما را تشکر میکنم برای قدر کردن هنرمند قدم رنجه کردین. در حقیقت سبحان جان از جمله اما هنرمندای هست که امروز میتونه تمام در کجایی که یک کنسرت تالار کلام باشد با هنر والاش سبحان سلامت باشه. اما سبحانی یگام تغییرات نیافته است. یک قرصک برای سبحان جان.
ما اول شکرانه از مردم میکنم، از خدای تعالی و راهبر دولت میکنم که امروز با سیاست خیرتمندانه و با دستگیری اهل هنری که راهبر دولت میکند امروز با نمی روزا رسیدیم. یک قرصک برای همین بحث امروز. دویم سعدی بزرگ میگه که هنر چشمه زاینده است، دولت پاینده. هنرمند از دولت بیافتد غم نباشد، زیرا که هنر خود دولت است. هنرمند هر جا که باشد قدر بیند، صدر نشیند، به هنر لقمه چیند و سختی بیند. سلامت باشین سبحان جان، پروردگار صد بدرود. امروز در خدمت سبحان جان ارکستر دولتی استراده گلشن به نام کرامت الله قربان و تحت راهبری بهرام جان است. یک قرصک برای ما از اتحادیه ما انسامبل رقصی جهان‌آرا در خدمت سبحان جان است. سلامت باشین، چون که سبحان سال‌های زیاد راهبری ارکستر دولتی گلشن بدن. یک بار دیگر به برادرها و تشکیل کننده های نمی کنسرت تشکر زیاد میگم. سلامت باشین. به فرقه جان سلامت تشکر میگم که قدر هنرمند میدونن. سلامت باشین. زنده باشین. شما خوشی جان. یک اصلا بها با سبحانی سعید از نام برنامه برمی آید که تصادفاً در راه پیدا شد. اصلا ما میخواستیم نام برنامه تولد دیگر نام یک کتاب فروغ فرخزاد باشد و چون گفتن که به این نام یک برنامه کنسرت دویل شده بود ما انتخاب کردیم نام تلاش زندگی را. سبحانی سعید با عباره تلاش زندگی هم معنا هستند. از سبحانی سعید طوری که ویران قید کرد ما باید اراده زیستن، اراده مبارزه بردن، اراده کار را سر کردن، آغاز کردن، پرتافتن، شکستن و از نو آغاز کردن را یاد گیریم. و در مورد خدمت مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان دایر به برگزار کردن این برنامه باشد. به فکرم هر نفری که مخلص سبحانی سعید است خوب میداند که ما برادرای قیامتی هستیم و کاری که کردم من همچون یک برادر کردم. سلام علیکم. من دوستان عزیز نخست همه شما را بر این تالار زیبا و مزینی که استادان صنعت سرآمدان هنری تاجیک باری اول از این صحنه آوازخوانی و ترانه نوازی کردند، نغمه پردازی کردند و به دل شما راه یافتند و هنری تاجیک را، فرهنگی طلایی خزینه تاجیک را رنگ و بار و جلا دادند. و این مرد خدا بود که امروز من فرقت سعیدم و ترانه ایجاد میکنم و برای این ملت کمر بستم. همنشینی های قابل کرد افلاطون مرا، همنشینی های قابل کرد افلاطون مرا. خاصیت این میدهد هر کس که با دانا نشست، کفک را از دولت دریا نیامد قدر. و این مرد خدا بود که امروز من فرقت سعیدم و ترانه ایجاد میکنم و برای این ملت کمر بستم. همنشینی های قابل کرد افلاطون مرا، همنشینی های قابل کرد افلاطون مرا. خاصیت این میدهد هر کس که با دانا نشست، کفک را از دولت دریا نیامد قدر بیش. قدر گوهر کم نشد هرچند در دریا نشست. اونقدر مردی هنرمند و وفادار که اگر میگه استادی من که اگر با عرب برند هر دو پایم، بزانو گر نه آیم بی وفایم. نزد شما آمده سبحان سعید، مبارک باشد بر همه شما. بگیرید ترانه هایش رو هر قدری که امروز شما میتوانید. سبحانی سعید در اختیار ما و شما است. مبارک باشد باری دیگر. زنده باشید، زنده باشید، مبارک باشد. یک دو اکنون ما با دو میکروفون صحبت میکنم. برای سبحانی سعید باید راوی دو میکروفون داشته باشه. سلام باشید. خب سبحانی سعید که گلشن چندین سال زیر راهبریش واقعا هم غرق گل بود.
او درد و رنج و بی‌وفایی نزدیکان و دوستانش نتوانست که از صنعت دور کند و امروز در خاطر چند ترانه مشهور خود باز 10 ترانه تازه رو برایتان می‌سراید که کاملا زاده درد خودش است و گویا روی بستر بیماری ایجاد شده است و آنها رو می‌شود امروز زمزمه پیروزی نامید. این تلاش زندگی و زنده ماندن با قدرت و نیروی هنر است. سبحانی سعید با یک گلدسته معطر ترانه و نوا در خدمت شما است. مرحمت سبحانی سعید. سراپای سوزانم خدایا، پریشانم خدایا، در این مهنت سراب و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا، در این مهنت سراب و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا. شدم نادارمان هم زیری تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. شدم نادارمان هم زیری تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. حقیقت جستم و از پای فتادم، تو را من زیر فرمانم خدایا. تو هستی صاحبی حق را بینمای، غلامت من تو سلطانم خدایا. تو هستی صاحبی حق را بینمای، غلامت من تو سلطانم خدایا. سراپای سوزانم خدایا، پریشانم خدایا، در این مهنت سراب و غصه و غم، با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم،
با درگاهی تو نالانم خدایا در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا ترکم کردی و رفتی زی خانه آیا ای پر جفا با صد بهانه نشست زار و تنها از علم من نوشته بحری تو شعر و ترانه نشست زار و تنها از علم من نوشته بحری تو شعر و ترانه رسد روز شبی جانم پشیمان از این بیرحمی و این کارو کردار ای بهار من ای نگار من ای بهار من ای نگار من شود روز تو برگردی به نزدم مرا نور و صفا بخش به منزل ای نگار من ای بهاری من ای نگار من ای بهاری من ای نگار من دریغی لحظه های جاویدانه دریغی صحبت های صادقانه
نشستن های ما در ساحل رود دریغی بوسه های عاشقانه نشستن های ما در ساحل رود دریغی بوسه های عاشقانه چرا کردی بعد بی وفایی نمیدانم عزیزی من کجایی شو بلبل ناله میسازم برایم عزیزم از دل و داغی جدایی دریغی لحظه های جاویدانه دریغی صحبتای صادقانه نشستن های ما در ساحل رود دریغی بوسه های عاشقانه دریغی لحظه های جاویدانه دریغی صحبت های صادقانه نشستن های ما در ساحل رود دریغی بوسه های عاشقانه چرا تو با دیگر کس بستی پیمان نکردی لحظه یادی منی جان رسد روز یقین بی وفا تو از این کرداری خود گردی پشیمان دریغی لحظه های جاویدانه دریغی صحبتای صادقانه نشستن های ما در ساحل رود دریغی بوسه های عاشقانه نشستن های ما در ساحل رود دریغی بوسه های عاشقانه دریغ بوسه های عاشقانه دریغ بوسه های عاشقانه چشمانی بزبر سرمه ها کن برقص ایغم چچاکی سینه ها کن با چشمانی بزبر سرمه ها کن
برقص ایغو چچاکی سینوا کن بیزن انگشت بر انگشت چون زن بیزن انگشت بر انگشت چون زن مرا از من ببر آب و ادا کن مرا از من ببر آب و ادا کن شور از خود و در شماهی ناشم زبان شولشم موجی علاشم بیشور از خود و در شماهی ناشم زبان شولشم موجی علاشم با چشمی دوست دارانت قشنگا با چشمی دوست دارانت قشنگا اینی نغمه‌ای مرغانی روشن اینی نغمه‌ای مرغانی روشن و چشمانی بزبر سرمه ها کن برقص ایغو چچاکی سینوا کن بیزن انگشت بر انگشت چون زن بیزن انگشت بر انگشت چون زن مرا از من ببر آب و ادا من ببر آب و ادا کن شبی تاری دلم را چون سحر کن کمانی هفت رنگی خنده سر کن شبی تاری دلم را چون سحر کن پس از انجام محفل بحری من باز پس از انجام محفل بحری من باز و پاشم رقص و یاسو نیلوفر کن و پاشا و رقص و یاسو نیلوفر کن و چشمانی بزبد سرمه ها کن برقص ایغون چچاکی سینوا کن بیزن انگشت بر انگشت چون زن بیزن انگشت بر انگشت چون زن مرا از من ببر آب و ادا کن مرا از من ببر آب و ادا خب تشکر میگم از سبحان از گلدختران بسیار زیبا از معلمای عزیز سلامت باشید تشکر میگم از شما در آغاز گفتم که شما میتونید که با سوالهای خود جواب بگیرید زیرا که این امکان بسیار موافق است روبرو با سبحان صحبت کردن سوال پیشنهاد کردن و اینجا یک بسته کاغذ هم هست من باید گفت که اینجا تمام سرودهایی که سبحان سعید سروده اینجا در شکل چند البوم اینجا هست برای بهترین سوال ما برای شما تقسیم میکنیم خب سوالات در قسمت دومی این محفل البته پیشنهاد میشوند به واسطه سبحان جواب خواهد گفت خب اگر از دل خواست سراینده بپرسن که میخواهی که پسرت آوازخوان شود جوابی رد میدهد میگوید که نه اکثریتش رد میدهد اما وقتی که استعداد و هنر در جسم و در روح و در قلب و در خونش است مثل اونکه در همین گونه نهاد و در اندیشه و در خوب من جسم روحی فرزندان سبحانی سعید دیگر اون استعداد را پدر نمیتواند که بکشد
دیر یا زود رو میزند. و من میخوام اینجا دعوت کنم از سیاد و امیرشاه سبحان، خواهش میکنم بیاید. سیاد و امیرشاه سبحان، جگربند، قصه شنو، تکیهگاه، مدار و عصای سبحانی سعید. مرحمت، در اختیار شما سانم. ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. حالی ما نیز خبر بلالی لبی تو میخورم خونی جگر از ناله من سند با فریاد آمده کم در دلی تو نمیکند نجاست از ناله من سنگ با فریاد آمد کن در دل تو نمیکند نجاست. دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. فراموشم مکن یادم کن خاکستری کوچت شدم بادم کن گر بد باشم لعنتی دنیا بر سرم گر نیک باشم یگان یگان یادم کن اگر بد باشم لعنتی دنیا بر سرم گر نیک باشم یگان یگان یادم کن. دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. بیا کی ما
پنهان منم پیدا منم با خود منم تنها منم با این سری شوریدم سرگشته ای دنیا سرگشته ای دنیا پنهان منم پیدا منم با خود منم تنها منم با این سری شوریدم سرگشته ای دنیا سرگشته ای دنیا سرگشته ای دنیا سرگشته ای دنیا با تنگی ای عجب پهنایی به پهنا منم با تنگی ای عجب پهنایی به پهنا منم سوداگری در عشق چیست بازاری تو سودا منم بازاری تو سودا پنهان منم پیدا منم با خود منم تنها منم با این سری شوریدم سرگشته ای دنیا 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 پنهان منم پیدا منم با خود منم تنها منم با این سری شوریدم سرگشته ای دنیا 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 آرزو دارم که دل دارم شوی مرهمی اسرار و غم خارم شوی ای پری رخسار و ای حوری بهشت از تو میخواهم وفادارم شوی از تو میخواهم وفادارم شوی ای پری ای پری از تو میخواهم که دل دارم شوی لحظه گوش کن صدای قلب من تا طبیبی دردی اندامم شوی جز گلی رویت نمیخواهم دیگر
گلی خندانم شوی ای پری ای پری از تو میخواهم وفادارم شوی ای پری ای پری از تو میخواهم که دلدارم شوی چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری مردم در انتظارت عیار جان بیایی مردم در انتظارت عیار جان کجایی حالا دختر که از پشتت دویدم عذابی بیش از عشقت کشیدم عذابی بیش از عشقت کشیدم ولی با من سری یار نکردی نشست پشتی دستم را گزیدم نشست پشتی دستم را گزیدم ولی با من سری یار نکردی نشست پشتی دستم را گزیدم نشست پشتی دستم را گزیدم چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری مردم در انتظارت عیار جان بیایی مردم در انتظارت عیار جان کجایی شب برخیزم و سوی تویم همه خیزد زی خواب از آهو بایم همه خیزد زی خواب از آهو بایم با پشتی خانه بیرون که امشب زمین ملرزد از دوری صدایم زمین ملرزد از دوری صدایم با پشتی خانه بیرون که امشب زمین ملرزد از دوری صدایم زمین ملرزد از دوری صدایم چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری چشمانی آهو داری نگاهی جادو داری مردم در انتظارت عیار جان بیایی مردم در انتظارت عیار جان کجایی مردم در انتظارت عیار جان بیایی
با یادی صحبت یارانی جانی با یادی لحظه های شادمانی با یادی نشعه دوی جوانی با یادی بخت و اقبالی نیهانی دلم پیوسته می سوزد برای دانشی برباد رفته برای یادی از استاد رفته برای کلک از ایجاد رفته برای مهری از بنیاد رفته دلم پیوسته می سوزد با یادی ناحقی یار و دوستان با یادی نام و ننگ و وزدی وجدان با یادی تنگ دستی بزرگان با یادی روحی پاکی غور مرگان دلم پیوسته می سوزد برای دانه های عشقی مادر برای کینه یار و برادر برای دوستانی روح پرور برای زندگی نابرابر دلم پیوسته می سوزد خب برای چی شاید میپرسید که سبحان از صحنه نمیرود؟ بسیاری میروند که هنگام مهمان سرود خواندن برای اینکه شما از دیدار از سیر شوید شما ببینید واقعا و استاد سبحان هم شما را بسیار پزمان شده است بسیار بسیار خب و اونا که حالی کجای راهبر هستید من در شعبه در ریاست مؤسسه کارگاه شما باور دارید که بعد رفتنتون مثلا به نفقه یا سبکدوش شدن به کارگاه برگردید و دوستانتون گیردتون پروانه شوند بوسه‌بارانتون کنند آغوشتون کشند برایتون گریه کنند باور دارید من دیروز همین حالت رو در همین صحنه دیدم وقتی که ما مشق میکردیم چگونه دوستان و همکاران و شاگردان و خب از نزدیکان سبحان رو به آغوش میگرفتند این دوستی بکینه‌شون پزمان شده بودند بوسه‌باران میکردند برایش گریه میکردند و امروز نیست سبحان میان گلشن است یگانه ارکستر استرادی تاجیکستان بهرام توشف رهبر بدیعی این ارکستر و جمع دوستان و شاگردان سبحان سعیدов صحنه در اختیار شما است خواهش میکنم مرحمت یک ببخشید عزیزان دل همه ما هم در همه دلمون الان قطعی اومدگیم و سبحان جان گفت که اگه سبحان شتگی اگه ما سیر شویم لیکن با خیال میکنم که اگر همیشه در خور ما سیر نمیشیم سلامت باشه بگذار استاد اگه سبحان جان من فخر میکنم که در زندگی
ام خیلی مردی هنر قطعی وا خوردم روز ما بابا جان شهزاد شدم همه هستی من با سبحان سعید هنری من با سبحان سعید پیوسته است و هر نفسی هنری خود را به سبحان سعید من تصور نمیکنم ما باوری دارم که با حرفای زرین نام سبحان سعید در تاریخ هنر و فرهنگ ملت تاجیک نوشته می شود برای سبحان سعید یک قرصه من فخر میکنم که با من سخن رسید نوبت رسید اینجا هنرمندان بسیار هستند یک سرود من به تمام هستی برای مادر برای ملت برای تاجیکستان که همه مردی هنر رو برای ما آفریدند تحفه کردند من میخوانم از نام انسمبل گلشن سلامت باشید تاجیکستان همچو خورشید بی زمان میبینمت چون مهیگه تی فروزی آسمان میبینمت وقت توی اقبال و زفر بود را مبارک کشورم مثل سیاره میونی دوستان میبینمت وقت توی اقبال و زفر بود دا مبارک کشورم مثل سیاره میونی دوستان میبینم تاجیکستان 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 رشته‌های دوستی پیوسته‌ای در شرق و غرب در شمال و در جنوب همچنان می‌بینم نابیرامون شورش و با نام تو در بحر و بر در همه دنیا کنون بیر بی زبان می‌بینم شورش با نامی تو در بحر و بر در همه دنیا کنون بیر بی زبان میبینم تاجیکستان 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 خلقی آدم با اومده بر تو میسازد نظر اخشو در قلبی آنها جاویدان میبینم این غلامی شعر اندر وصفی تو این شاهنمود کمترین باشد به وصفت بیش از آن میبینم شاهنمود کمترین باشد به وصفت بیش از آن میبینم تاجیکستان همچو خورشید بی زمان میبینم چون مهیگه تی فروزی آسمان میبینم وقت توی اقبال و زفر بود دا مبارک کشورم مثل سیاره میونی دوستان میبینم تاجیکستان 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 تاجیکستان
گفتیم که سبحان امروز هم میانی گلشن است و من میخوام که از بختیار دو جمله بگید. بختیار ابراهیموف هنرپیشه شایسته تاجیکستان. خواهش میکنم اکای بختیار. تشکر. السلام علیکم دوستان عزیز، همه شما خوش آمدید. استاد سلامت باشید. دوستان عزیز اجازه دید من از نام خودم، از نام اهل صنعت، از نام تمام مخلصان استاد سبحان سعید امروز میخواستم استاد تبریک کنم و اینچنین از نام ارکستر استراده گلشن. این روز یک کلمه هم باشد فقط سبحان سعید خواند، همین خیلی نیست. آخه گفتن که برآمده استاد تبریک میکنی سرود میخوانی. من سرود استاد 7 سال پیش خواندم، 10 سال پیش خواندم. سال 89 بود، ما دانشجو بودیم. استاد سبحان سعید نامش بود، خودش نمیدیدیم، آرزو میکردیم یک بار ببینیم. امروز هم یک کلمه نیم کلمه سرودم نخواند، یک سخن این کس برای ما غنیمت است، برای ما جان دارد. یا همین خیلی نیست. من سرود خواندنی نیستم، من فقط کم ترک چی دارم استاد میخواستم تبریک کنم. من دعا طلب هستم. دعا کند استاد دعا کند. امروز هر چقدر که ما وقت داریم، وقت بسیارتر به استاد دیم که این کس سرود خوانند، ما گوش کنیم و کیفیت بریم، لذت بریم. یک قرصه که شما برای استاد سبحان سعید. استاد من دعا گرفتم، الان که من حق دارم یک جمله خوانم. چرا یاران در این دنیا وفا نیست، به دردی عاشقان در ما چرا نیست. چون بلبل ناله سازد دل عاشق، چرا که یاری او همراهی او نیست. چون بلبل ناله سازد دل سبحان، چرا که یاری او همراهی او نیست. همه کسر یاری من، یاری من، یاری من، شبنم گلهای بهارا یاری من، یاری من، یاری من، یاری من، شبنم گلهای بهارا یاری من. هزگاه همه شما برای استاد. من در نزد شما با استاد تعظیم میکنم. 100 سال باشه. تشکر میگم. خب میگم که دانش مهم است و استعداد مهمتر. دانش در کتاب ها است ولی با استعداد باید به دنیا آمد. محض استاد است که شاگرد را برای آموختن، برای دانش، برای پیش رفتن تکان میدهد، مجبور میکند. و اگر سبحان سعید نمی بود امروز فرقت سعید نه آوازخوان بلکه و داننده خوب ششمخان، بلکه شاید یک اکتور می بود که کارگردان های کینو او را برای نقش کدام یک پهلوان یا گشتینگیر با این جسه‌اش فقط به کینوها دعوت میکردند. زیرا که محض با توصیه و پیشنهاد سبحان سعیدов فرقت سعیدов حجت‌های خود را از شعبه اکتیاری دانشکده صنعت تاجیکستان بازپس گرفته است و به شعبه عنعنوی سپاریده. محض با یک پیشنهاد و با توصیه و دعای سبحان سعید و آنها امروز هم دوست و برادرند و هر دو هم همان وقت هم خطا نکرده بودند و امروز هم به خطا دوست و برادر و استاد و شاگرد هستند. خب و اولین با مهرترین وفادارترین شاگرد سبحان سعید راهبر بدیهی انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلالدین شهابov فرقت سعید. مرحمت. کف کوبین برای گلدسته ها. هر کی لایق گل گرفتن نیست. مبارک شود. مبارک شود. و چند سال مقدم در این تالار یک 6 سال مقدم بود ما یک برنامه رو ریزی داشتیم و اونجا استاد دعوت کردیم.
و گفتند که سبحان سعید اگر تالار تو پر از تماشابی نباشد ما می توانیم مکتب خود را بسته کنیم، یعنی که ترانه های ما دیگر به دل مردم نمی رسند. و من بسیار در هراس بودم، بسیار در ترس بودم و واهمه مرا زیر می کرد و چون مثل امروزه پرده گشاده شد و چهره شیرین و گرم شما را دیدم و بار دیگر به مکتبی روان و پاک و بیالایشی سبحانی سعید سری تعظیم آوردم که این چی مکتب است که دل همه را به دست می آورد، شوری انجمن ها می شود، مردم را به گریه می آورد، به خنده می آورد و درد و سوز ما را، عاشقان را، دلداده وطن و سرزمین بهشت آسای ما را آباد می سازد. و فکر می کنم که اون نفرانی که اینجا سبحان جلیل انشاءالله در آخری برنامه باز یک خوشخبری شما را می رساند. اون نفرانی که بیرون از دروازه ماندن باکی نیست که ما روزهای نزدیک باز یک برنامه ریزی دیگر در همین تالار با سبحانی سعید برای شما برگزار میکنیم، زیرا ترانه های خیلی ناخوانده استاد ماندن و چند سال شد که ما نیاز احتیاج به ترانه های زیبای سبحانی سعید داشت. سبحانی سعید پذیرا باشه. مبارک شد. ترانه برای شما. غریب است بی نشان افتاده، روزگاری بس غریب است بی نشان افتاده، دور از لطف خدای مهربان افتاده، دور از لطف خدای مهربان افتاده، جرمی ما جز روشنایی نیست در این تیره شب، چون غریبی بی وطن در این جهان افتاده، چون غریبی بی وطن در این جهان افتاده.
نمیدانیم چون در این میان افتاده آدمی را زندگی گر امتحانی زندگی است شبهه باقی نمانده است امتحان افتاده صد پریشانی زما گل کرد به فصل بهار انتظار نیست در کنج خزان افتاده انتظار نیست در کنج خزان افتاده انتظار نیست در کنج خزان افتاده چون غریبی به وطن در این جهان افتاده تشکر. یک ترانه دیگر با همراهی لوحی ربانو برای شما تقدیم می شود. زنده باشید. تو را با من دلی فرزانه بود مرا با تو همه افسانه بود تو را با من دلی شوریده عشق مرا با تو دلی دیوانه بود تو را با من دلی شوریده عشق مرا با تو دلی دیوانه بود شب لب لبی دانا من ماه پرم عاشق سری راحت سرگشتم و حیران شب لب لبی دانا من ماه پرم عاشق سری راحت سرگشتم و حیران آشفتم و حیران درگاهی تو آورده بودم دلی گم کرده راه آورده بودم و پیش تو گناهی من همین بود که عشقی بیگناه آورده بودم و پیش تو گناهی من همین بود که عشقی بیگناه آورده بودم شب لب لبی بالا من ماهی پرم عاشق سری راحت سرگشتم و حیران شب لب لبی بالا من ماهی پرم عاشق سری راحت سرگشتم و حیران آشفتم و حیران
شب لب لبی بالا من ماه پررمان عاشق سری راحت سرگشته و حیران شب لب لبی بالا من ماه پررمان عاشق سری راحت سرگشته و حیران شب لب لبی بالا من ماه پررمان عاشق سری راحت سرگشته و حیران آشفته و حیران باشی مبارک شوه مبارک شوه خوب و اینک امروز واقعا اگر سبحان از صحنه و از اکران تلویزیون‌ها دور بود ولی از اندیشه های شما از یاد شما دور نبود و من امروز چهره‌های بسیار کشاده و همچنین چشم‌های پریابم دیدم اینجا و این یک بسته سوالی که از نام شما اومد بیانگر است که شما نسبت به قسمت یک هنرمند واقعا هم به همه معنیش قسمت یک آوازخوان بی‌طرف نیستید. خوب اکای سبحان شما آماده هستید؟ سوالا بینهایت بسیار است و من اکنون از روی عادتی محرری در رادیو بعضیش کمک تحریر میکنم لیکن شما خفه نشید. برای بهترین سوال اکای سبحان خودتون گپ میزنید که کدومش بهترین بود در حال در جایش ما تحفه میکنیم همون دیسکی ترانه های سبحانه. خب من سوالا رو برای شما پیشنهاد میکنم. اینجا زیاد است عبارت از دو قسم. یک نفر نوشته است ворудшавӣ ройгони мо мухлисон ба толор ва бозгашти Субхони Саид ба саҳна худ баёнгари ҷавонмардии ин марди ҳунар аст. Ман савол надорам, хонеда мена навишта. Салом алайкум раҳмати калом бародар азиз. нафари дигар навиштааст ки мегӯянд худованд бандаҳои дӯстдоштаашро дар ҳамин дунё ҷазо медиҳад. шумо фикр намекунед ки уман аз як имтиҳони сангин гузаштед? хоб бародаре ки савол додааст дар зиндагӣ ҳар як кас пасту баландии рӯзгора медонад, зиндагия медонад. ҳар як нафари мо шоир гуфтааст ки пеш аз ман ту лайлу наҳоре будааст. садсолҳо мегузарад, аз байн мо мегузарем, пеш аз мо будан гузаштанд. бораи ҳамин худо кунад ки ягон те шумо касал набошед, ягон каса худо дар ғазабуш гирифтор накунад. орзуи нек. саломат бошед бародар азиз. хуб як гурӯҳ табибон аз шаҳри қурғонтепа инҷо гуфтанд ки барномаи консерти шумо бояд дар корхи борбад мешуд, зеро ки як гурӯҳи калони мухлисонатон пушти даранд. саломат бошед табибон. иншоалло хат боз мана бо ё фикри додари азиз, мана Фурқати Саид, Хуршед Атолло, мана Субҳон Ҷалилов бо додари ман боз як барнома дига омода мекунем. иншоалло хат он мухлисоне ки натонистанд боз тамошо мекунанд. хуб асадулло раҳматзода аз дӯстони шумо навиштааст ки ман барои шумо комёбӣ мехоҳам, маро бубахшед ки шуморо хабаргирӣ наомадам. асадулло раҳматзода. асадулло ҷо хуш омадӣ. саломат бошӣ. ҳаминам хабаргирӣ аст. албатта. хуб اینجا نوشته است که ما درباره عموما بیماری شما درک داریم و چگونه شما توانستید که از چنگ یک بیماری بسیار وزنی خلاص شوید و نوشته که سرودی ای خدا خورم مکن یک پاره زنده گلافشان نوشته ای خدا خورم مکن. خب رحمتی کلام. سلامت باشی برادر عزیز. برای سال دودگی ها دنیا با امید است. از کسلی یا که وزنینی زندگی با فکرم که مرد میبردارد، لیکن بعضی زنها هم هستن که مرد بوری میبردارند، بعضی مردها هستن که زنک بوری نمیتونن. من برای اون مردای که در حقیقت من بیماری وای بودم، از یک پا محروم گشتم و بسیار عذابم کشیدم، لیکن شبای روزای دراز فکر میکردم که خدا باز با شما روبرو باشم. اینا خدا نصیب کرد، من با شما روبرو هستم و خدا جان انشاءالله خد من سبحان الله هستم، در پناهش نگاه میدارد. رحمتی کلان. او شعری که برادر گفت است که من یک مصرع خوانم، این با فکرم که با قلم استاد اسکر حکیم نویسنده شده است و گفت است که ای خدا عمرم به پیری آمد از خارم مکن،
رزقی روزیم بده پیشی کسی زارم مکن نوجوانی رفت آمد دوره قامت خمی پیری خود افگار باشد باز افگارم مکن. براو. سلامت باشه. خب یک مخلص دیگر شما نوشته است که خورشید عطاالله برای شما کی است، کی می شود که همیشه برایتان تلاش میکند؟ خورشید عطاالله امیر ریشمون رو کفته بریم هم مخش تور هستیم. با فکرم که من وقتی که در انسامبل گنجینه تشکیل شد سال 1986 سال با راهبری استاد بسیار مهربان محروم استاد ظفر نازی من همچون پدر اون کسی حرمت میکردم کار میکردیم و یک من کنسرت آماده کرده بودم اون وقت اون تئاتر تابستانه بود و خورشید عطاالله در فاکولته ژورنالیستیک با فکرم میخواندند. ما با دیگر شناس نبودیم. خورشید جان از خودی ناحیه پنجکین هستند، من از حصار هستم. نمیدونم با این برادر چی گم، اگر فرزند پدرم گم خطا نمیکنم. از بعض خش تور از بعض دوستی که هست برای من خورشید جان بسیار اعلی هست و یک مردی هست که امروز نه بلکه یک غمی من امروز روی صحنه آمدن من با تشبث این برادر هست او غمی ملت هم میخورد. من میخوام که با خورشید با آدما بسیارتر باشن. سلامت باشید. خب شما باور نمیکنید که با تلفن موبیلی من هم چند اسمس اومد از نام دوستای ما از خلوتچوی محمود اینجا از ژورنالیستان نوشتند که اکای سبحان طبیعی است که در این دنیا آدم یک بار به دنیا میاد و عمر به سر میبرد. شما روزید که ما هوادارانتان روز 3 دکبر رو چون روز تولد دوباره شما تجلیل کنیم. رحمت کلام و نگفتن نماند که امروز روز 3 دکبر است با روز معیوبان تمام جهان است. من هم معیوبا هم همشون تبریک میکنم. بگذار که سلامت باشن. خب سوال دیگر که نام هر یک شخص خوب به خاراکتر اون نفر تاثیر میگذارد و من درباره تاریخ نامتون شما رو کی سبحان نام گذاشته است و با کدام خاطر؟ تو چه ماگور گرفته پیدا کرده نمیشه. اون کامپیوتر موسیقی پرسیدن در کار بود. با کدام امید با کدام نیت موندن و خودشون میدونن. اما نیت نیکی موندن که امروز من در بین شما هستم. و بگذار که هر یک مادر هر یک پدری که امروز به دنیا فرزند میبرد یک نام میماند که در آینده اون نامبرداری همه پدر و مادر باشد نامبرداری ملت باشد. سلامت باشید. خب لیکن اکای سبحان از من سوال هایی که بود یگان تاش بهتر نبود. شما بهترش اگوید اینجا دیسکوی ترانه شما را تحفه میکنیم. خب بعد نفر دیگر نوشته است حاجی اکبر دلشد اگر خداوند به شما یک شانسی از 9 و 18 ساله شدن رو میداد شما چه خیلی باز حیات خود رو میگذراندید؟ این یک سوالش است. دویمش از بدتر ام برادر خودت چه میگذراندی؟ چیکار میکردی؟ ما فکر میکردم که او خطاگاهی که در زندگی بود نمیشه پس سر میکردم و سنتی که امروز داشتم اگر خدای تعالی به من میرسون باز برای شما یک 10 چند ایجادا میکردم با همراهی یعنی این جانای جگری من پیشکش شما مخلصان میکردم. باز خدا اگر سند میداد. سلامت باشید. خب قسمت دومی سوال همون حاجی اکبر دلشد همین است که وقتی که دلارام راهبر معلم عزیز راهبر گروه رقصی اینه که در اطراف شما رقصیدن شما را چه حسیات فرا گرفت؟ تاجیکم ده کمتر فکرمان وای میشود. سلامت باشید. دلارام ستار و من زیاده از خطا نکنم یک چند 10 سال ها زیاد میشناسم. برای من یک خواهر قیامتی هست و مادرش مادرم است چون مادرش هم شهرنوی همون ایستار است و دلارام خواهر جان من است جان جگر من است. ما با همراهی دلارام ستار در همین تالار یک برنامه آماده کرده بودیم سال 95 سال بود فکرم 1995 با نام نیلوفر و دلارام چه گم درگیر من رقصم که کند برای که من برادرش هستم. اگر دلارام در کار باشه من چی خدمتی گل برای دلارام انجام میکنم برای اینکه مهربان خواهری من است. خب گلرو نمیشته است که شما در وزنی آچه جان من میجدم بیا من میجدم من دلارام مادرشون من روزی که هر روزی که میدونم فقط مادر میگم. برای من سلامت باشه. تبریک باشه جان.
гулрӯ навиштааст ки шумо дар рӯзҳои вазнинтарин барои тоҷикистон умуман дар маҷмӯъ ва барои санъат дар тоҷикистон будед, хизмат кардед, вале ягон унвон надоред. пас чаро ба сароянда шудани фарзандонатон розигӣ додед? саломат бошед. ҳар кас ки барои ватан миллат хизмат мекунад, миннат мекунад, вай номард аст. ман унвон дар кор нест, унвони ман шумо ҳастед. او چیزی که قبول می شود با مردم، با فکرم که صدها ارتیست شایسته اگر عنوان تن اگر ممکن یک نفر می برد که 100 ارتیست شایسته یک طرف می شود، نه که به عنوان در دل مردم جان می شود. عنوان من شماست. رحمت کلام. من یگان بار طلبی یگان چی نکردم. نه طلب عنوان کردم، نگفتم که با من یگان وای کنن. راست گپ اگر مردک وری گاز نیم یگو گازت فروشا کم کیوسک کم نکردم. انشالله خود میلاد است شما هستید، ما آباد هستیم. سلامت باشید. خوب نفر دیگر نوشته است که اومن بسیاری اینجا شما رو استاد حساب میکنن. استاد خود شما کی است؟ استادی من البته پدر مادر برای هر یک فرزند استاد حساب میشد. پدرم هم آوازخوان بودند و برادری کلانیم. گویم که اویله ما هم ما صنعتکار هستیم، گرچه که در فقط در روی صنعت ما دو برادر بودیم، من سبحان و عثمان و برادری کلانیم و اکای حیدر استادی من میشوند. و در جاده پروفسیونالی یکم استادی من تاجدین محیدین نفس و بعد از مردیگری و آدمگری و زندگی من از ظفر ناظم آموختگی هستم. من شاگرد ظفر ناظم میشوم. سلامت باشید. خوب ماهینه نوشته است که اومن وقتی که شما بیمار بودید روی بستر چه چیز شما را بسیار نگران میکرد، خسته میکرد و برعکس از چه چیز بسیار خرسند میشدید؟ راست گپ چندین سال با سال 2007 من فقط با سال شماره جنجال میکنم. راستی گپ نوتا بودم، یگان فکرم نمیکردم، یگان چیزم نمیکردم. من خیلی با خود فکر میکردم که من هیچ کس نبودم، برای که درد یک چیز است که میگن که شد یقین کاری منی بیمار اکنون با خدا از سری بالین طبیبی مهربان نمیرود. یگان طبیبا درد من وای کردن، من فقط با خدا مناجات میکردم و تا به حالم که کم کم حالم که درد هست من طاقت کردم. هر یک با فکرم که وزنی گفته گذاشتیم که باید آدم پسی سر کند. سلامت باشید. خوب و او دوستایی که یک جا بودیم میگشتیم در خدمت یک دیگر بودیم، همین خیلی بود است انسان. بعضی که در پستی ها میغلطی، بعضی دوستایی که خودشان در خوات دوستای جانی حساب میکنن و استفاده میبرن. اما دوستا بعضی دوستای نامرد هستن که در وقتی وزبینی انسان آدم خبر نمیگیرن. این نبال که باید من شدگی است. من بسیار میبینم. من از اون آدما، از اون دوستایی که بودم و مثلا خدمت کردیم، خدمت ما صنعتکارا چی؟ اون سروده که مثلا داریم امروز در توی معرکه ها در این تالا رو برای شما پیشکش میکنیم. او دوستایی که ما رو فراموش کردن، بیزا خدا او رو فراموش کند. سلامت باشید. خب آقای سبحان، من با یک پیشنهاد دیگر دارم. با کدام سوالی که شما نمیخواهید جواب دادن گویید که من نمیخوام جواب بدم. خب برای که شما ناراحت نشید. خب یک نفر نوشته است که از عشق جوانی هم بازو یک پورا زنده. آیا عشق جوانی هم باز آی، آیا دردی جوانی هم باز آی، جفاها میکشم در زندگانی، آیا بختی جوانیم باز. سلام باشه. خوب یک نفر فاطمه نوشته است که من معیوبی گروه یکم هستم. برای تماشای برنامه کنسرتی شما با عرابچه معیوبی در همین تالار هستم. یک دیسک رو به من تحفه کنید. شما اگر راضی هستید برایش تحفه کنید. برای دادری مهربان من تحفه کنید. فاطمه خواهر عزیز، فاطمه سلامت باشید. کجا هستید شما؟ عبدالعزیز گلف شما. خوب اینجا
شماره زیادی سوال ها با میآیند بسیاری ها فقط از شما برای شما سلامتی خواستم مهربانی من نمیگولیشت یا شما در پجان همشیره سبحان سعیدوف این شافی کلانیم второй сестра سلامت شد استاد حضرت غیرت شاعر شما در دوستان رحمت جان جان رحمت رحمت جانم هستی هم کرسی من شادی جان سلامت باشید ارکین آدینایوف شاگردی من رحمت ارکی جان من میندار خدا که نصیب کند خدا همه ده همه که نصیب کند همه تون داتیاد با منی صغیره داتیاد خوب در 50 درونیم نه کم کم دو سه این طورش خدا با فکرم که شروع تر میتیا سلام باشه باز سوال گوش میکنم سوال اینجا سوال ها به نهایت زیاد هستند یک نفر خوب نوشته است که من فقط سرود های شما را گوش میکنم اینجا دوستان شما سیاد و نیلو گل سیاد و نیلو یک پورا سرود گفته برای ما خوانید خوب و اینجا پرسیدند که با فکر شما شخص باید چیکار کند که زندگیش بسیار شیرین گذرد کمالالدین پرسیده است نیکی کند بسیار آموزد امروز شاعرای ما از شاعرای کلاسیک از چیز اگر خوانن همون مصرعایی که شاعرها از حافظ از بدل اوای اگر معنی ویروان زندگیشون نغز میگذرونن همه گفتی رسو اگر بیس پریدلی کنن گردن چی میشه چی نمیشه خاکی خنوگا میشه یگان چی نمیشه خوب اینجا درباره همکاری شما همکاری حاضرتون با کمیته تلویزیون و وزارت فرهنگ نوشته است که ولی یگام همکاری هست یا نیست نفری وزارت فرهنگ 28 سال در وزارت فرهنگ کار کرده هستم امروز ما مینداری از لطفای دولت برادر عزیز که یعنی تلویزیون سفینه در خدمت ما هستند تا چند سال است که یگانه برادری که مرا خدمت کرده است لطفای دولت سلامت باشید من دیگرش کار ندارم اینجا اشرف و ظفر تشکر میگم از شما برای سوال خب اینجا بازم نوشتند که یک پورا از کدام یک سرود رو زنده بسراید خب اینجا شما رو با کدام قهرمان ملی مانند کردند درباره الکسی میرسیف نوشتند خب سرود مادر نوشته است یک پورا از سرود مادر برای مادرای بسیار عزیز که در تالار هستند و رستم نوشته است که شما باوری داشتید که بعد یا که مثلا بیماریتون طولانی شد باز دوباره به صحنه برمیگردید دنیا با امید است هر کس امید دارد از چی البته و اینجا یک نفر دیگر شیرالی تبرزاده شاهانی اوه برای استاد یک قرصک شود او شعرهایی که آهنگایی که چند من بسیار آهنگ میبندم چی گم مخصوصا شعرهای انمی آدم است استاد خوش آمدید خوب رحمت استاد من البته معذرت میپرسم از آنهایی که سوالاتون شاید با تحریر پیشنهاد کردیم و کمکش آنها که عمومی بودن اونا را ندادیم یک سوالای یخخله بودن برای همین به این هم شماره زیادی سوال ها بود خب و فکر میکنم که یک لحظه کوتاه دیگر من دعوت میکردم از بختیار رحیموف غریب شو و کمپانیا غریب شو و کمپانیا مرحمت تشکر السلام علیکم اوه فلارمون وقتی آخری خیلی تالار گرم دیگه نبود با شرافت سبحان سعیدوف رحمت خوش آمدی بختیار جان تشکر پیرکار همه گلاور را که من گفتم چیکار کنم دیگه حاضر گلای بعد نوش من میبرم میفروشم پولش آورده شما با میتیم
همه گل آوردن که تو دل آوردی. من دل آوردم. بیرون با همین قضیه دیگه در بیرون مونده است. یک نفر دیگه میدونی چی؟ وقتی آخر پرس کنفرانس میشد که مطبوعات با همین آدم جمع نمیشد. یگان وزیر به همین سوال هم نمیکنم باور میکنید؟ سلامت باشید. یک نفر دیگه در بیرون مونده میگه اکا من سوال داشتم میگه اكو نوشتن نمیتونم در اومدن نمیتونم سوال من رسونم. میدونی سوال از نام کی؟ از نام یک وای. من چیکار رسونم که وای آدم خفه نشود؟ شما آخه تاجیک اصل کو کشاد روشن ناز میبینید کو از نام یک بانگی گوشه که همین سوالته که چیکار کنم که همین درد من 15 سال گرفتار من چیکار کنم که همین بس کنم مسئله شما این پارتیا بسیار پارتیای سختای این پارتیا استعفا دادن در کار فقط اراده سخت دادر عزیز پارو نکن اراده سخت گیر همه چیز توری میشود یگان چی با فکرم که در دنیا بغل از مرده دیگه همه کار کرده میشود زنده کردن دیگه همه کار کرده میشود او پارتیا برو او پارتیا برو ده دو تا بانگی گوزنه گوزن دو تا بانگی در لبی او آمدین اکو هیچ کنه بوده ده یک تا بانگ راست کردین و زدی با همون دایره تماشا کرده اشته یا بانگی دیگه چیه اشور بای ها یک همین حوض موی ها خیزه و همین درخت با چسب پرده و اش هوشیارتر داره چه تو گرنگ می موی گو می درخت با می برو گفته دو تا هست همین پرته برومده نمیتونه یه برمی دیگه شده باور کنی همه چه کنی گوجه بای دو تا اعضای همین حزب هسته اینو هم استفاده دارم اینجا بیو بلیتوش نگیسته درونه پرتوی نه بیان اینجا بیا ایزا نکشتم بتون واه کدوم بلنگویا کار میکنن کار میکنن دیدم او سلامت باشین ما شرم نداره جنم شوی بردار سرتا بردار مردم نگاه نکن بردار کنی یا بردار بردار مردم نگاه کن آخه ایزا میکش یه نموری تو ایزا میکش تلویزیون خونه تا بردی دوزدی فروختی کیمچی کشیدی ایزا نکشیدی کو چرا سرخ نمیشی تو آخه من خون ندارم چی شد که تو همین کسل با گرفتار شدی تو بس نمیکنی تو چرا نسترین نیستای نسترین چی با نیست نیستای چی نیست اونا چیه کو چی نیست نه یک دیگه در همینجا بوده با آواز زنکی بوده این حزب با زنکوی هم هستن باور کنید تو یک دیگه چی با نسترین نیستای بگه همه پرابلم یک دودگیر میگه اخنده میموری میگوید بویی یک سرود آوردیم مردانی بناموس یک سرود دو نام دارد یک نام اولش مردانی بناموس نام دومش 100% زنکلانی ای دسته همینه در خونه هیچی ماندگی نیست میخونیم این سرود از نامی از طرف مردکا مقابلی زنکا نزدیکتر بیا گوش کن کدام از شما از زنش نمیترسد یک قدم به پیش مردک بری ای برادر یک قدم التماس خیلی نیم قدمک نمیمونم اکا از زنت میترسی بیا کجان کومش که اگم پرابلم از سازدابت نکه بخدا میترسی ها؟ نه ما از زنم نمیترسم ما زن ما حرمت میکنم انا تو بچه از زنت میترسی نمیترسم چی بترسم؟ همه میدونن میترسی چی بترسم؟ او خونه رو لوبم آقوتا پزم کودکم نکنم چی میترسم؟ میخونیم؟ مرمه ما دیگه از زنم ما نمیترسیم نمیترسیم یک دو سه مردانی و ناموسن غمخواریم و دل سوزن مردانی و ناموسن غمخواریم و دل سوزن با صابون زنهامان ما جامه نمیشویم با صابون زنهامان ما جامه نمیشویم سرکرده این زنها ما معیز و لیخواه بود ما همسایه اویم
او همسایه ما بود. خب رسیه رفتیم از دنبال ما رفتن. خب رسیه رفتیم از دنبال ما رفتن. درون به درون سوختیم خاکستری ما روفتن. درون به درون سوختیم خاکستری ما روفتن. یک طایف از خوجن یک طایف از وحشن. یک طایف از خوجن یک طایف از وحشن. زنها گناهی ما را به توفه نمیبخشن. به توفه نمیبخشن. در خانه هر یک مرد زن زیبی دیگر دارد. در خانه هر یک مرد زن زیبی دیگر دارد. زهر است اگر چیزن این زهر شکر دارد. زهر است اگر چیزن این زهر شکر دارد. مردانی به ناموسیم غمخواریم و دل سوزیم. مردانی به ناموسیم غمخواریم و دل سوزیم. با صابون زنهامان ما جامه نمیشویم. با صابون زنهامان ما جامه نمیشویم. با صابون زنهامان جهان خرسک بزنه. جهان با صابون زنهامان ما مردان درون قصر فیلارمونیا صد پای جامعه بشویم. سلامت باشین. این روزی سعید با سبحانی سعید با مخلصانش مبارک به ما و شما. سلامت باشین. زنده باشین. رحمت کنم بختیار جانی من. سلامت باشید. همه شخص بود. یک قرصک برای بختیار. باید گفت که از شاگردان استاد سبحان اینجا هستند و من بعد گفتن 4 مثل شاگردانه برای سبحان نوبت به ارکی نودیناف میدیم. در کاخ هنر چو قفل در سبحان است. در دست هنر چو سیم و زر سبحان است. سبحان نبود مغلوب و ترسو و ضعیف. در باغ هنر چو شیر نر سبحان است. ارکی نودیناف از شاگردان سبحان سعیدов. مرحمت. جفا کردی با جانی من جفا تو. خطا کردی عزیزی من خطا تو. جفا کردی با جانی من جفا تو. خطا کردی عزیزی من خطا تو. به هم عهدی محبت بسته بودیم. بسته بودیم بسته بودیم. به هم عهدی محبت بسته بودیم. بسته بودیم بسته بودیم. چرا بیشکسته ای عهد و وفا تو. چرا بیشکسته ای عهد و وفا تو. جانم درد عشقت پروریدم پروریدم پروریدم.
ترسی عزیزم از خدا نمیترسی عزیزم از خدا اگر روزه بمیرم از جفایت شوی چون من به این درد مبتلا تو اگر روزه بمیرم از جفایت شوی چون من به این درد مبتلا تو پس از مرگی شهانی ای جفاکار ای جفاکار ای جفاکار پس از مرگی شهانی ای جفاکار ای جفاکار ای جفاکار سری قبرش میاد سری قبرش میاد خطا کردی عزیزی من خطا تو خب еркин одинаев ҳазорҳо нафар бо таронаҳои субҳон саидов ошиқ шуданд ба якдигар роз гуфтанд зиндагӣ карданд зиндагӣ мекунанд хуб ва ман ҳатто нафареро медонам ки баъди адои хизмат аскарӣ баъди 2 соли адои хидмат бо ҳамон борхалтааш баъди бозгашт аввал меояд ҳузури субҳон саидов меравад ва баъд меравад панҷакен ба хонаашон баъд ба аёдати волидонаш меравад инқадар муҳаббаташ зиёд буда хуб муҳим ҳамин аст ки барои ҳунарманд хонаашу хотирашу андешааш холӣ намонад вагарна бо будан миёни издиҳом низ шахс худро он вақт танҳо эҳсос мекунад блоки таронаҳои дигари субҳон саидов таронаи аввал аз блоки навбатӣ ба ҳамин маънӣ аст ё ҳамин маъниро ифода мекунад блоки дигари сурудҳои субҳон саидов марҳамат бишунавед роҳат кунед ای خدایا دهر خالی رود خاله نهر خاله دردمند را دوانست شیشه پازر خاله ای خدایا دهر خالی رود خالی نهر خاله دردمند شیشه پاسر خاله شیشه پاسر خاله خیام خاله
خانه ایام خالی خیمه ای خیام خالی خیمه ای خیام خالی چشم خالی مهر خالی کاه خالی به نور است و چشم خالی مهر خالی کاه خالی مهر خالی کاه خالی خالی آغوش از جانان خاله زلف از آن شان خالی آغوش از جانان خاله آغوش از جانان خاله در خالی رود خالی نر خالی دردمند را دوانست شیشه ای پاسر خالی شیشه ای پاسر خالی خیمه ای خیام خالی عاقبت منزل خاله
چشمای پرخماره گل منی یه زلفا کاتار کاره گل منی یه چشمای پرخماره گل منی یه زلفا کاتار کاره گل منی یه عشق تو در دل دارم منی یه عشق تو در دل دارم منی یه عشق کی تو خاره گل منی یه عشق کی تو خاره گله قدکت بازی کنم موی باف شبم در قدکت بازی کنم منی یه چشمای پرخماره گل منی یه زلفا کاتار کاره گل منی یه چشمای پرخماره گل منی یه زلفا کاتار کاره گل منی یه عشق تو در دل دارم منی یه عشق تو در دل دارم منی یه عشق کی تو خاره گل منی یه عشق کی تو خاره گله دختره من در تلاش باشم در فصل بهار سبزه آشود باشم در فصل بهار سبزه آشود باشم در فصل بهار سبزه آش بسیاره در فصل بهار سبزه آش بسیاره یک دسته گلی میانی قاشود باشم یک دسته گلی میانی قاشود باشم منی یه چشمای پرخماره گل منی یه زلفا کاتار کاره گل منی یه چشمای پرخماره گل منی یه زلفا کاتار کاره گل منی یه عشق تو در دل دارم منی یه عشق تو در دل دارم منی یه عشق کی تو خاره گل منی یه عشق کی تو خاره گل منی یه عشق کی تو خاره گل منی یه عشق کی تو خاره گله تو بارانی دلم در سینه زندانی زی هم دوره مدور افسوس تو حالم را چه میدانی زی هم دوره مدور افسوس تو حالم را چه میدانی اگر آن نامه‌های من ورق گردانی و خوانی با حسنت گشته مغرور تو شاهی حسن سلطانی اگر آن نامه‌های من ورق گردانی و خوانی
سینه زندانی زیهم دوره مدور افسوس تو حالم را که میدانی زیهم دوره مدور افسوس تو حالم را که میدانی مهمانی شهانیدی در رویت را دیهد جان را به آسانی بفرما لطف دلبر بیا باره و مهمانی شهانیدی در رویت را دیهد جان را تو بارانی دلم در سینه زندانی زیهم دوره مدور افسوس تو حالم را که میدانی زیهم دوره مدور افسوس تو حالم را که میدانی قدم هات مانم روز شبی مهمانی من سر با قدم هات مانم میروی تو از بری من ای دل بری رمی من میروی تو از بری من ای دل بری رمی من برای تو ای شونانی منظر و حیران گشتم برای تو ای شونانی منظر و حیران گشتم شوخنانی از عشق تو من دل خونم
بالای شغنانه از دستی تو من دل خونم ای یارکی شغنانی درفتنا جانم روز شبی مهمان من سر به قدم هات مانم روز شبی مهمان من سر به قدم هات مانم در نازکا جانم در افتنا جانم حسارم حسارم حساری سر حسارم 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 حساری سر حسارم قلعی زیبا داری مردمی نام دارم قلعی زیبا داری مردمی نام دارم بالای حصار انار کاشتم نگیری پایانی حصار اناری ما کاشته گیری او شاخه زد و پنجه زد و سایه گرفته آمد خبری که بی وفا یار گریخت حصارم حصارم حصاری زر حصارم 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 حصاری زر حصارم قلعی زیبا داری مردمی نام دارم قلعی زیبا داری مردمی نام دارم حصاری دختر رو ما نبندی چی شود ما را به سری زود نسوزی چی شود ای ما را گذرم برا ای خود میگذرم ای را گذرا رو تنه پوشی چی شود حصارم حصارم حصاری زر حصارم 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 حصاری زر حصارم قلعی زیبا داری مردمی نام دارم 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 سبحانی سعید سبحانی سعید امروز اثبات کرد که واقعا هم درد و رنج مرد هنر رو نمیکشد و هم بی‌وفایی و بی‌مهری دوستان هم نمیکشد. او امروز اثبات کرد که بهترین عنوان این محبت مردم است. سبحانی سعید بهترین بالاترین عنوان که کسی نمیتواند از شما باز پس بگیرد محبت مردم است. محبت واقعا مخلصان اصیل که نیمش
дар толор рост меистанд, нимаш пушти дар ҳастанд, вале онҳо ҳеҷ гоҳ аз шумо озурда ва нороҳат нестанд. хуб, таронаи охир таронаи тоҷикистон ном дорад. худи устод Субҳон дар охир гузоштанд то бо як бори дигар ба таъкид бигӯянд ки зода ва парвардаи ин обу хок ҳастанд ва ин ватан, ин сангу хоку обу ин диёрро дӯст медоранд ва барои ҳамин таронаи тоҷикистон дар охир гузошта шуд ва ҳоли якҷоя бо бачаҳо пешниҳод мешавад. хуб, ман ташаккур мегӯям барои сафорати амрико барои дастгирии ҳамин маҳфил, ташаккур мегӯям барои маркази тадқиқоти журналистӣ, ташаккур мегӯям аз Фурқати Саид, ташаккур мегӯям аз нафароне ки барои ин толор иҷозат доданд ва моро инҷо пазируфтанд. Ташаккур мегӯям аз акай Луқмон барои дастгирии овозиш. хуб, ва албатта аз бачаҳое ки оркестри эстрадии Гулшан инҷо хидмат карданд, заҳмат кашиданд. Сипос, ташаккур барои шумо ва ҳунарманди Тоҷикистон мисли Субхони Саид. Саломат бошед. Худо нигаҳбонтон. Саломат бошед.
یک دوستی و آخرین اعلانی که اکای فرخت و اکای اوسی را فوش کردن همین است که با نظر داشتی محبت زیادی شما نسبت به سبحانی سعید و در بازم با دستگیری شما اگر واقعا هم دستگیری میکنید و میایید به برنامه کنسرتی در عرفه سال نو یک برنامه ویژه دیگری کنسرتی سبحانی سعید برگزار می شود. البته با دستگیری شما و با کمک شما با فعال بودن شما. خوب مرحمت استاد. یک رحمت کلان دوستای عزیز اکای شرافی جان ما خوش آمدید. استاد شریل تبرزاد خوش آمدید. جانای شیرینی من همه خوش آمدید. دوستا رفیقای من کسی که من دوست می‌دارد و آنها مرا دوست می‌دارند همه تا خوش آمدید. انشالله باز برای شما یک کنسرت دیگه با راهبری من فرخت سعید خورشید عطاالله آماده می‌سازیم. یک جهان تشکر. خوب خوش آمده. سلامت باشید. فاسق جان ما خوش آمده. اصلان جان ما خوش آمده. یعقوب جان ما خوش آمده. همه تا خوش آمده. رحمت کنم. تو بارانی دلم در سینه زندان زی هم دوره مدور افسوس تو حالم را چی میدانی زی هم دوره مدور افسوس تو حالم را چی میدانی
اگر آن